کار میکنه خانم این موقع نصف ساعت رو دیدی؟ چه کار نمیکنم. دنبال چی هستی این واقعا ماشین؟ دنبال چی؟ دنبال گرما سردمه. رازاتوریه کردم. برو بشین تو خونت گرم شو نشستی تو ماشین. نمیشه نه آب دارم نه برق دارم نه گاز دارم. چیکار کنم؟ زاتوریه میکنم. خانم مرجانه گلچین طی انتشار یک ویدیو یه حرکت جالبی زده. در واقع توی این ویدیو ایشون داخل ماشینشون نشستن و خوابشون برده. یه نفر میاد و ایشون رو صدا میزنه و ظاهراً از خواب بیدارشون میکنه و ازشون میپرسه که چرا توی ماشین خوابیدید و در واقع ایشون به این شکل مشکل نبود برق و آب و گاز رو مطرح میکنن و میگن وقتی که توی خونمون این موارد و این انرژی ها وجود نداره پس بهتره که توی ماشین بمونیم. همچنین این آقا یه سوال دیگه ازشون میپرسه که ایشون مثل همیشه شیرین و بامزه جوابشون رو میدن. بریم ویدیو رو با هم ببینیم. ماشینش چی میگه اینجا؟ موقع نصف شب بکش پایین ببینم. بکش پایین. چی کار میکنه خانم این موقع نصف ساعت رو دیدی؟ چه کار نمیکنم. دنبال چی هستی این ماشین؟ دنبال چی؟ دنبال گرما سردمه. رازاتوریه کردم. برو بشین تو خونت گرم شو نشستی تو ماشین. نمیشه نه آب دارم نه برق دارم نه گاز دارم. چیکار کنم؟ زاتوریه میکنم. نشستم تو دیگه. با میکاپ نشستی تو ماشین میخوای گرم بشی؟ اینم چه کار؟ دوست دارم زیبا بمیرم. دوست دارم زیبا از هم گرد بشم. چرا یاد نمیگیری تو کار دیگر دخالت نکنی؟ با منو کشتین. من کاری میکنیم بالاخره یه حرفی باید بزنیم. باش حق باشه. بشین تا صبح بشین. اعصاب ایرانی جماعت به هم میشه بابا. شما هم برامون بنویسید که چقدر با مشکل نبود آب، برق و گاز مواجهید.